دادگاه نظامی گارنیزون دوشنبه جوانپسری را که از نویه فردوسی به خدمت حربی دعوت شد به 2 سال زندان محکوم کرد. طبق اطلاع دادگاه نظامی گارنیزون دوشنبه، زولفقار شریفبک جورابیکویچ 27 اکتبر سال 2018 با قرار کمیسیون دعوتی نویه فردوسی پایتخت برای خدمت حربی قابل دانسته شد. منبع افزود دختران کمیسیون دعوتی شهر دوشنبه نیز زولفقاروف را با محدودیت جزئی برای خدمت حربی قابل اعتراف کرده به نقطه جمع‌شوی موقتی نودعوت شوندگان روان کرده است. دادگاه افزود که زولفقاروف از 27 اکتبر سال 2018 تا 8 نوامبر سال 2018 با مقصد تماما آزاد شدن از ادای خدمت حربی خود را بیمار وانمود کرده با فریب و نیرنگ‌های دیگر برای روان نمودن به قسم حربی مخالفت می‌کرده است. نهایت زولفقاروف را 8 نوامبر سال گذشته به قسم حربی 42660 آژانسی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت تاجیکستان روان کردند، اما او در آنجا نیز از ادای خدمت حربی سرکشی نموده است. با اطلاع دادگاه نظامی، زولفقاروف در قسم حربی اظهار داشته است که او برای محبسی شدن راضی بوده، مقصد ادای خدمت حربی را ندارد. او اینچنین اظهار کرده است اگر او را در قسم حربی مانند او به خودکشی یا به یگان حادثه دیگر ناخوش دست میزند، میگوید منبع. دادگاه شریفبک زولفقاروف را بر اساس ماده 376 قسم 2 کودکس جنایتی سرکشی از اجرای وظیفه های خدمت حربی برای خود معیب کنی یا اصول های دیگر گناهکار دانسته به 2 سال زندان عمومی محکوم کرده است.